سلام دوستان، خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از مدی سایبر. امروز قرار است با هم بریم بازی هایی که جهان باز و اوپن ورلد هستند و قرار توی ماه مارچ عرضه بشن رو با هم ببینیم. چون که داریم با ماه مارچ نزدیک میشیم، بازی های زیادی قرار بیایه و البته من بازی های جهان باز و اوپن ورلد رو برای شما نشان میدم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب بازی اول رو میبینیم، بازی زیبای Horizon Forbidden West که بازی توی برای پلیستیشن 5 آماده بود و الان قراره برای پی سی بیاد. سونی انترتینمنت و گوریلا بازی قراره توی پی سی خیلی کیفیت داشته باشه. روی پی 5 هم خیلی عالی بود. من بازی رو تمام کردم روی پی 5 ولی پی سی دیگه واقعا خیلی عالی دیده میشه. بچه از این ویدیو DLSS و MPFS ها همه تکنولوژی اپ اسکینینگ سپورت میکنن. Looks like the rebels just got a lot more firepower. کیفیت رو لعنتی. فریم ریت هم خب معلومه انلاک هم میتونیم هرچی که زور سیستم که شما کشید فریم ریت بگیرید. خب نیاز به اینترنت کانکشن هم داره گفته. بازی خیلی جالب شده. بازی واقعا طولانی و صحبت زیاد داره. قرار توی روز 21 مارچ، آره توی ماه مارچ بازی های جذاب زیادی رو بچه ما داریم. خب بازی بعدی بازی دراگون داگما 2 از کپکام، سازنده بازی های رزیدنت ایویل. این بازی نسخه اولش تقریبا چند سال پیش اومد، سال 2013 فکر کنم. بازی واقعا جالبیه. ولی چیز بزرگ که اشتباه شد، این بازی قرار توی ماه مارچ 22 فکر کنم با بازی رایز آف رونین بیاره. یعنی دو تا بازی اوپن ورلد جالب قرار با هم بیان. این بازی خیلی جالبه. و بازی حالت چند نفره داره، یعنی میتونیم مثل بازی های دارک سورس چند کلاس مختلف داره انتخاب کنی. بازی خیلی جالبیه. و چیزی که بچه من زیاد درباره بازی ناامید کرد، سیستم مورد نیازش. واقعا خیلی سیستم مورد نیاز برای پی سی بالا میخواد. البته بازی روی CFPS قرار روی کنسول پلیستیشن 5 اجرا بشه، یعنی بازی خیلی بازی سنگینیه. خیلی هایپم بچه برای بازی دراگون داگما 2. زمان انتشارش هم 22 مارچ فکر کنم. بازی بعدی بازی نیست جز رایز آف رونین. بچه بازی اوپن ورلد رایز آف رونین هم قرار انحصاری پلیستیشن 5 باشه. بازی واقعا جالبیه، سبکای مختلفی داره. بریم ببینیم با هم. خب این از گیم پلیشه بچه ها. این بازی هم قرار تو تاریخ همون بازی دراگون داگما عرضه بشه. باید تصمیم بگیریم بین این بازی دراگون داگما 2 و رایز آف رونین کدام رو اول بازی کنیم. خب میتونیم قابلیت مختلف داره، گفته میتونیم روی دیوارها چنگک بزنیم. از دیوایسی به اسم ابیکولام استفاده میکنیم. خیلی جالبه. خیلی شبیه گوست آف سوشیما. خب میتونیم دقیقا سیستم گوست آف سوشیما رو داره. ولی بچه چیز رو واقعا بگم، بازی زیاد به نسل نومی نمیخوره. گرافیکش یعنی بیشتر شبیه نسل 8م. این بازی هیچ مشکلی نداره ولی گرافیکش به نظر من نسبت به گوست آف سوشیما خیلی پایین تره. زیادتر به نسل 8م میخوره. جالبه. پس قرار موجودات عجیب غریب دیگه هم داشته باشیم تو بازی. ولی شبیه سکی رو اجرا میکنه ولی
خب میتونیم از سلاح‌های مختلف استفاده کنیم، سلاح‌های ژاپنی و نیزه‌های بلند. 発明家である伊賀七と因縁を深めると様々なからくり装 مثلا 置を入 جدید 手 برای できま راه す دور هم استفاده کنیم. トリビ砲は伊賀七が作ったからくりで現代の火炎放射器のような強力な遠隔武器 خب で در す مورد سلاحش حرف بزنیم. سلاحی トリビ که 砲や از 和 دور 洋 استفاده 折衷 میشه. なアクションである銃剣など西洋の技術を生かした武器を که اگه بگیم بین این بازی و دراگون 標的 داگما にも کدوم 近 رو づく اول ことがで بازی きるの کنیم؟ で نظر マスターしてく من ださい بازی دراگون داگما بهتره، ولی بازی نباید اینجوری باشه. این بازی 幕末 نسل を生きる人 نهمیه، 物 باید たちと گرافیکش 紡いだ خیلی 因縁 بهتر が باشه. 物語に大きく影響しますぜひライズ・オブ・ザ・ロ باز ーニ فایت ン هاش 一 ببینیم. 人の浪人として運命を切り開いてください بازی جالبی اوپن ورلد، فقط تنها چیزی که من توی بازی خوشم نیامد گرافیک بازیه. خب رایز آف رونین دقیقا توی همون تاریخ قرار دراگون داگما 2 عرضه میشه. او اسمشو ببین. حالت سینماتیکشه. 気持ちの揺れてないやつはついてこい خوبیه. این حسابی پرسشن 5 سپایی داره. それに倒すも何も幕府はもうとっくに死にてえなんで اینا رو ما نمیتونم از این قسمت قضاوت کنیم. حالت سینماتیک بازیه. بازی 22 مارچ برای پرسپیان 5. خب بچه نظر خودت در مورد این بازی ها بگم. بازی های واقعا 3 تا بازی اوپن ورلد خیلی جالب قرار عرضه بشن و یکی از اونها هورایزن فوربیدن وست و دراگون داگما 2 و رایز آف رونین. این بازی ها واقعا بازی های جالبی هستن که من به احتمال زیاد اینا رو توی چنل خواهم گذاشت یا واکتوریش رو میرم. به احتمال زیاد اول بازی دراگون داگما 2 رو بریم، چون که ما هورایزن فوربیدن وست و بچه ها قبلا دیدم دیگه توی پلیستیشن 5 عرضه شد. فعلا برای شاید گیم پلی از پی سی بذارم براش. بازی خیلی جالبیه و رایز آف رونی رو دوست داشتم بین ای و بازی دراگون داگما 2. نمیفهم کدام اول بازی کنم، ولی تا جایی که میفهمم فکر کنم دراگون داگما 2 بهتر باشه، چون از کمپانی کم و گرافیک بازی خیلی فوق العاده عالی و سیستم مورد نیازش هم بالاه و طرفدار بیشتر هم داره. ولی رایز آف رونی واقعا حق نگذارین گیم پلی همه چیز عالیه و تنها چیزی که خوشم نیامد از گرافیک بازیه. خب بچه این بود از ویدیوی امروز ما. بازی هایی که قرار توی ماه مارچ به برای بازی ها خیلی هایپم. امیدوارم شما هم از این بازی خوشتون آمده باشه و با ما باشید تا ویدیوهای آینده.